سلام. برای این قسمت از برنامه بدون تعارف اومدیم به شهر اصفهان سراغ مداح جوانی که در این سالها نوحه ها و اشعاری که خوند به خصوص درباره مدافعان حرم خیلی در دل جا باز کرد. اطلاع کافی از که میگفتن فضای بچه‌ها برای مدافع پول حرم میرن نداشتن. مدافع بله. حرم میشن. مخصوصا این جمله خیلی اذیت میکرد. استاد اصلیتون تو این مسیر کی بود تو مداحی؟ تو مسیر نبود، راستش وسط دشت و صحرا داشتم تمرین میکردم. یه دفعه صدای چهچه زیبایی به گوشم خورد که منو به سمت خودش کشون. رد صدا رو گرفتم، پشت چمنا رسیدم بهش، دیدم الاغ همسایه خودمونه که واقعا صدای گرمی داشت. قم؟ نه، حوزه. یعنی میرفتی قم؟ نه، میرفتم شابدالعظیم. بابا میگم تو حوزه، همون جایی که صدای چهچه میومد. چه سالی بود که دیگه رسما شروع کردی؟ من یا الاغه؟ والا ایشونو نمیدونم، ولی منو خیلی تشویق کرد که شروع کنم. حق استادی داره به من. البته فرق من با اون اینه که اون بار میبره ولی من خودم یه باری هستم. اون زبون بسته تو عمرش به کسی آزارش نرسیده، ولی من با این صدایی که دارم همه رو خون دماغ کردم. بگذاریم. سید رضا نریمانی از کی گل کرد؟ والا ما میخواستیم گل کنه ولی قنچه نکرده و الاغه حمله کرد بخوره. ما دیدیم داریم عقب میافتیم، من و الاغه 4 نعل سمت قنچه شیرجه زدیم، خوردیمش، نذاشتیم گل کنه. یادش بخیر، تو ارتقای صدای من خیلی نقش داشت. قصه شکل گرفتن منم باید برم و میگی برامون؟ راستش اول دیماه سال 96 بود. کف خیابونم خیلی شلوغ بود. ملتم اول آخر عظما رو که کار نداریم چی میگفتن. ما رفته بودیم بیت، دیدیم آقا بدجوری گریه میکنه، هی میگه منم باید برم. گفتیم عظما میخواد بره، ما واسه چی وایسیم؟ دیدم همون الاغه است، رفیق خودم، که اونم میگه حالا که روزای رفتن، فضای همه در رفتن، منم دیگه باید برم. دستی رو کشیدیم اومدیم پایین. خلاصه دیگه فضای رفتن که نه، در رفتن بود. اول از همه خود آقا. دیدی به دل نشسته. با عجب دلی نشسته. والا قبل از اینکه شعر ولایی ما به دل عظما بشینه، فحشایی که کف خیابون نثارش کرده بودن به قلب عظما نشسته بود. دیگه جا خالی نداشت که یه چیز دیگه ای توش بشینه. عظما فقط گریه میکرد، اشک میریخت و میگفت باید برم. دیدار حضرت آقا بودیم و اونجا هم خوندی و اون روزم یهو اتفاقی شد دیگه که محضر آقا خوندی. والا همه چی اتفاقی بود. یه ماه قبل از بیت نامه اومد که اتفاقی میری بیت. گفتن اتفاقی هم یه بیت شعر میذاری جیبت باشه، بعد اتفاقی هم آماده باش که بخونی. به صورت خیلی اتفاقی هم جلو میشینی و بعد آقا هم اتفاقی تو رو میبینه. تو هم که از این اتفاقا هول شدی، خلاصه گوش مفت و شروع میکنی خوندن. کلا میدونی دنیای اتفاقات دیگه. از این اتفاقات خیلی میفته. میخوای اتفاق بعدی رو هم من برات بگم؟ هیئت شما وابسته به ارگان خاصی از جایی حمایت میشین؟ خجالت نمیکشی از این سوال خودت؟ آخه توی گردن شکسته داری از بیت حمایت میشی، بعد من که از صبح تا شب دارم عر میزنم حمایت نشم؟ خب معلومه دیگه همون جایی که تو حمایت میشی منم حمایت میشم. خودتون چی؟ پول گرفتین؟ اون موقع که شعور توزیع میکردن تو فیوزآبادی کجا بودین؟ آخ گفتم فیوزآبادی یادم رفت، پشت سر مرده نباید صحبت کرد. توی گردن کلوف اینجا 2 سال دوغکی میکنی، پولشو دلار پناه حساب میکنی از عظما میگیری، بعد من مجانی برم سوریه؟ باشه جمع کن بابا، حال نداری تو. اما منم باید